سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز به نام خداوند بخشنده و مهربان. جان و تن من از قفس نفس رها شد. ماه رمضان رفت و دلم تنگ خدا شد. صد حیف که برچیده شدیم سفره احسان. صد شکر که عید رمضان چهره نما شد. عید سعیده برای بینندگان عزیز تبریک میگم. خدا کند که یک ماه رمضان ماه عبادات این روزای عید که دیگه رو آغاز بکشانیم. اما هم خواستم که مثل برادرتان مامتان ایده براتان تبریک بگم و بعدش دیگه کسایی که هر و ناراحت هستن من خودم هم دیگه باشیم که از جناب مقابل خواستم که نظر خواستم پوزش خواستم این در اصول یک مسلمان هست. باید مسلمان چیزایی که در شریعت آموزش شده رو باید تطبیق بکنه که تا خداوند روزهای ما باید خدا کنه روزهای خوشی رسه قریب کنه انشاءالله. عباداتی که کردیم دست بخواه قبول بشن. ما مردم دوباره نیک میکنیم به منبر ما دعا بکنیم تا اولش خود کشور ما بخیر پذیرش صورت بگیره از تمام مردم ما، تمام افراد، تمام مردم کیفیت ایده ببینیم. ایده در کشور خیلی مطلوب است. یعنی اینجا آدم احساس بزار خیلی میکنه فقط کسی در کافران نیست. سیفی که در طریق آن برشویم ما را ببینم مردم خود بسیار دیگه نمیتونیم خوشی میکنیم که خدا برشان ایمان بسید چیزی که در لات ماست مردم خود با فرهنگی که داریم ننشد. خدا را شکر که تمام مردم این ماه مبارک رمضان هم با خوشی و با عبادت کردن. شاد و موفق و پیروز باشه. انشاءالله برنامه‌های رمضان دست میگیریم. رمضان شاد ما برای دوستان نشد. سلام آقای جامعه. سلام علیکم. احوال شما؟ عید مبارک. عید رمضان بابا. شما عید نوروز. احوال شما خوبید؟ سلامتی شما؟ عید شما مبارک باشه ان شاء الله. قربان شما. سلامت باشید. بزرگوار خیلی ممنون. ان شاء الله. قربان شما. خواست کنم از شما عید مبارک دلتنگتون شد برام بخوام. برای ایران بودید فکر کنم. آره ما مسافرت شما ان شاء الله برگشتید. مثلا ما کار رو شروع کردیم ان شاء الله که مشتریام داریم. واسه اینه که در بیارم که قشنگ ببینم قربان شما. عید همونطور که می‌بینید عید بزرگترین عید مسلمانان دنیا دیگه خیلی به اون اهمیت میدن. بعد خیلی توی روزا شیرینی می‌بینن. انواع شیرینی‌ها رو به هم عیدی میدن. ما هم دیروز جایتون خالی از اینجا می‌خوردیم. شیرینی برداشتن آوردیم. سلامتی. نیامد؟ ما نبودیم. قسمت نبودم کردیم. قربان شما. انشاءالله خوبه. الحمدلله. محبت بدید. ما دیگه رفتیم توی یوتیوب چینل و اینا خواستیم یک برنامه‌ای درست کنیم از جای دیدنی و از جایی که بخصوص کشور ایران. آره چون که مردم فرهنگی هستن. کشور فرهنگی هم باستانی هم امپراتور جهانی هم کشور خیلی انشاءالله ما خیلی ممنون. همزبان ما کیش ما بله همزبان. این زمانی افغانستان ایران با هم بوده. حالا جدا شده دیگه. کلمه خراسان، آریانا خراسان طلوع آفتاب انتشار کرده. بله. گفتیده ایران، ایرانا، افغانستان به یک اندک افغانستان شد. اگر نه اینا همه یکی بودن. بالاخره هر دو کشور فارسی زبان مسلمان برادر دینی برادر که همه افغانای ما ببینید حدود 10 میلیون جمعیت. بله در ایران هستش که سال 1345 تا الان بودیم. مثل برادر خونه برشان دادن، نون دادن،
لقمه اینون شما با ما شهیدید. بله همه برادر دینی هستیم ما هم برادر معنوی هم برادر مادی معنی قربان شما همیشه بودن. سلامت ما دیگه فقط اینجا میشینیم بفرمایید. خواستین دیگه خواهش میکنم آب بگیرید بسندی آره بازی آبی چون ما در خدمتتون هستیم دستتون در قربان شما خیلی خوش آمدید خدا قربان شما سلام